بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، شيخ الإسلام رحمة الله عليه در عقیده واسطیه بعد اینکه وصفهای الله سبحانه و تعالی را از آیاتهای قرآن و احادیث جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم ذکر کردند و اینچنین اقوال علمای امت اسلام علل خصوص صحابگان و تابعین و تبع تابعین و امامهای آنها را سخنهای آنها را نقل کردند، پس درباره قرآن کلام الله است و ایمان آوردن به کتاب‌های الله تعالی از جمله قرآن کریم و اینچنین ایمان آوردن به روز آخرت و همین گونه ایمان آوردن به تقدیر نیکی و بدی از نگاه عقیده اهل سنت و الجماعت با یک لفظهای جامع و زیبا بیان کردند. بعد از آن گفتند که ومن اصول الفرقة الناجیه ان الدین والایمان قول و عمل، قول القلب واللسان و عمل القلب واللسان والجوارح. از اصول فرقه ناجیه این است. اصول جمع کلمه اصل. اصل چیزی که بر بالای او دیگر قاعده ها بنیاد کرده می شود. اصول قاعده فرقه ناجیه، فرقه که نجات می‌یابد از آتش دوزخ، از گمراهی، یعنی اهل سنت و الجماعت، این است که دین و ایمان گفتند. دین و ایمان در نزد برخی از علما از جمله امام بخاری و از جمله در نزد شیخ الاسلام ابن تیمیه دین و ایمان مرادف است. چخیلی که امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح بخاری گفتند که باب من الدین الفرار و من الفتن، باب در این باره که از دین هست گریختن از فتنه ها. از دین است یعنی از ایمان است. کسی که از فتنه می گریزد، از بلد کفر می گریزد، این دلالت به ایمان او می کند. و کسی که هجرت می کند، من الدینی گفتن یعنی مقصد من الایمانی. دین و ایمان یعنی مرادف است. ایمان قول و عمل است، عقیده اهل سنت و الجماعت. بعد از آن قول و عمل را تفسیر کرده، گفتند که قول القلب و لسان، سخنی قلب است و سخنی زبان است، و عمل قلب است و عمل زبان و عمل اعضاها هست. ایمان قول است و فعل است. یعنی خیلی که مرجعه میگوید فقط قول و با زبان قول و با قلب تصدیق کردن نیست، بلکه با اعضاها عمل کردن است. و شیخ الاسلام با عباره دیگر و جامعتر گفتند که قولی قلب و قولی زبان هست و عملی قلب، برای آنکه ایمان و تصدیق عمل است، اخلاص عمل است، توکل به الله عمل است، عمل قلب. و عمل زبان ذکر تلاوت قرآن عمل است. و الجوارح اعضاها مانند رکوع، سجده، طواف، اینها با اعضاها می شود. و ان الایمان یزید بالطاعه و ینقص بالمعصیه. و عقیده اهل سنت و الجماعت این است که ایمان با طاعت ها زیاد می شود و با گناه کم می شود. گناه که کرد بنده ایمان پایان می شود، کم می شود، و عملهای صالح که کرد به قدر اخلاصش و به قدر متابعتش به پیغمبر صلی الله علیه وسلم آهسته زیاد می شود. لیکن گناه که شد به طریق دفعتا می فراید، اما آهسته زیاد می شود. عمل اگر خالصا لله باشد و موافق سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم باشد، این عمل عملی که شرطهاش اجرا شد، عملی مقبولی درگاه الهی که هست، ایمان زیاد می شود. این هست عقیده اهل سنت و الجماعت.
ایمان قول است و فعل است، زیاد می شود و کم می شود. و گفتند که و مع ذلك و هم مع ذلك لا يكفرون اهل القبلة بمطلق المعاصي والكبائر كما يفعله الخوارج. اهل سنت و الجماعت با وجود این که عمل را از ایمان می دانند، به سبب گناه کبیره کافر نمی شمارند. بمطلق المعاصی، به مطلق گناه، یعنی وقتی که گناه کبیره از بنده که صادر می شود یا به سبب گناه کبیره، بنده را کافر نمی گویند. چگونه که این رفتار خوارج است و معتزله است. عمل از ایمان است می گویند، لیکن کسی که گناه کبیره می کند و ای را کافر نمی گویند. بل الاخوة الایمانیة ثابتة مع المعاصی، بلکه اهل سنت و الجماعت می گویند که برادری ایمانی، یعنی از این برآمد برادری پدر و مادری. می شود انسان که پدر و مادرش یک است ولی دینهاشون مختلف است. آنها اگرچه برادری از یک پدر و مادر هستند، لیکن ایمانهاشون مختلف است. یکی ایمان دارد، یکی ایمان ندارد. و اینجا مقصود برادران ایمانی به سبب گناه کبیره این برادری، اسم برادری برداشته نمیشه. ثابت و استوار می استد همراهی گناه. دو انسان مسلمان است، یکی آنها گناه میکند یا هر دو گناه میکنند، برادری در بین اینها استوار می استد. این گپی شیخ الاسلام ابن تیمیه هست. بعد دلیل آوردن از عقیده اهل سنت و الجماعت را نقل دارند. كما قال سبحانه في آية القصاص، چه خیلی که الله سبحانه و تعالی در آیت قصاص، یعنی در سوره بقره گفت که فمن عفی له من اخیه شیء فاتباع بالمعروف، کسی که از جانب برادرش برای او عفو شود، یعنی یک انسان یا برادر خودش را به قتل رسانیده است یا مسلمان را به قتل رسانیده است قصداً، الله تعالی گفت که ومن یقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. کسی که مؤمن را قصداً به قتل رساند، فجزاؤه جهنم، جزای این انسان جهنم است. خالدا فيها، در جهنم دور و دراز می استد. و غضب الله علیه، الله غضب میکنه برای او، و لعنه، لعنت میکند. و اعد له عذابا عظیما، برای او عذاب عظیم آماده میکند. و عظیم الله تعالی معیده نیست. با وجود این که یک برادری مسلمان را به قتل رسانیدش، حکمش قتل است، قصاص است، لیکن الله تعالی میگوید که فمن عفی له من اخیه، رفت و صاحبان میت، یعنی برادران میت، خویشاوندان میت، پدر و مادرش یا فرزندانش، اصحاب و اولیای میت که آن فرزند آنها را به قتل رسانیده است، این شخص قاتل، از جانب آنها عفو شود. گویند که خیلی ما طلب نمی کنیم که این بنده کشته شود، ولی ما میخواهیم که دیه دهد، 100 شتر را مبلغش را دهد. مثلا الله تعالی ببینید با چی لفظی آورد، فمن عفی له من اخیه، گفت کدام قاتلی که از جانب برادرش عفو کرده شود. گفت با وجود این که قتل کرد، الله تعالی اینها را به همدیگر برادر گفت، کافر نگفت. از جانب برادرش اگر عفو کرده شود، فاتباع بالمعروف، به نیکی مبلغ دهد گفت، یعنی دیه را به صاحبانش مماطله نکرده، دراز نکرده، آورده دهد. و قال، اینچنین الله تعالی گفت که و این طائفتان من المؤمنین اقتتلوا فاصلحوا بینهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة. ببینید
در این آیت الله تعالی چی گفت؟ و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه مؤمن ها به هم دیگر جنگ کنند، اگر یک مؤمن را به قتل رساند، الله تعالی 5 جزا وعده کرد. ببینید در اینجا دو گروه مؤمن ها به هم دیگر لشکر کشیدند و در این جنگ خون بسیار ریزانیده می شود و خون مسلمان ها و مؤمن ها آن هم باشد. و الله تعالی آنها را چی نامید؟ اگر دو گروه مؤمن ها به هم دیگر جنگ کنند، شما بین آنها صلح اندازید، یعنی بین آنها صلح کنید، آنها را امر معروف کنید، نهی منکر کنید تا خون مسلمان که به هم دیگر حرام است ریزانیده نشود، بلکه بین آنها فهمانیده دهی شود، سوء تفاهم نشود، بدفهمی نشود، همدیگر فهمی شود، صلح شود و جنگ نشود. ببینید الله تعالی با چی لفظی گفت؟ و این طایفتان من المؤمنین اقتتلوا، اگر دو گروه مؤمن ها با هم دیگر جنگ کنند، گفت با وجود اینکه به هم دیگر لشکر کشیدن و خون همدیگر را میریزانند که این بزرگترین گناه است، الله تعالی آنها را مؤمن نامید. این استنباط امام بخاری از در صحیح بخاری و شیخ الاسلام نقل دارند عقیده اهل سنت و الجماعت را. و امام بخاری یکی از امام های معتبرترین بلکه مشهورترین امام های اهل سنت و الجماعت هستند. اگر امام ابو حنیفه را 500 میلیون مسلمان ها شناسد و پیروی کند، امام بخاری را 2 میلیارد مسلمان ها همگی میشناسند. امام بخاری مشهورترین امام های اهل سنت و الجماعت هستند. و اگر بر صحیح بخاری نظر کنید، هر چیزی که امام بخاری رحمت الله علیه گفتند انا همین از عقیده اهل سنت و الجماعت، با یک اسلوب بسیار پرمعنای کوتاه در صحیح بخاری عقیده اهل سنت و الجماعت را نقل کردند. در کتاب ایمان، در کتاب توحید، در کتاب قدر و غیره در کتاب ها در داخل صحیح بخاری و اینچنین در کتاب افعال و خلق و افعال العباد. خلاصه الله تعالی دو گروه مسلمان ها، مؤمن هایی که به همدیگر لشکر میکشند و همدیگر را به قتل میرسانند، آنها را مؤمن نامید، کافر نگفت، حالا که قتل کبیره ترین کبیره ها هست. فإن بغت احداهما علی الاخرى، اگر بعد اینکه شما بین آنها صلح گفتید، امری به معروف کردید، نهی از منکر کردید، نصیحت کردید و با وجود همین یک گروهی آنها باقی شوند، یعنی تجاوز حد کنند و به بالای همدیگر هجوم کنند به طرف دوم، فقاتلوا التي تبغي حتی تفیء الی امر الله، شما بجنگید علیه آن طایفه که بعد صلح باز جنگ را شروع کرد، حتی تفیء الی امر الله، تا آن دمی که به امر الله بر نگردد. امر الله صلح است و صلح خیر. الله تعالی نمیخواهد که دو گروه مسلمان ها بین همدیگر جنگ کنند. فإن فاءت، اگر آنها برگردند، فاصلحوا بینهما بالعدل، بین آنها با عدالت صلح کنید، و اقسطوا، عدالت کنید در حکم. البته الله تعالی عدالت کننده ها را دوست می‌دارد. بعد در دوامش که انما المؤمنون اخوة، مؤمن ها به هم دیگر برادر هستند گفت. ببینید اگرچه جنگ کردند، الله تعالی اسم ایمان را از آنها نبرداشت با وجود گناه کبیره. این رد به خوارج است. ولا يسلبون الفاسق الملی اسم الایمان بالکلیتی و یخلدونه فی النار کما تقوله المعتزله. گفتم بسیار سخنی زیبا. ولا يسلبون، اهل سنت و الجماعت سلب نمی کنند، یعنی کشیده نمی گیرند از فاسق ملی. فاسق ملی یعنی کی؟ فاسق ملت اسلام، یا شخصی که در داخل دین مقدس اسلام از مسلمان است ولی که فاسق است، نعوذ بالله، دروغ میگوید، عرق میخورد، زنا میکند، دزدی میکند، نسأل الله السلامة والعافیه. این فاسق است، از امر و فرمانهای شریعت بیرون میبراید. فاسق ملی هست، فاسق غیر ملی نیست، یعنی فاسق کافر نیست، فاسق ملی هست.
از این اسم ایمان رو به کلی به پرگی نمیگیرند اهل سنت و الجماعت. پر ایمان رو از او نمیگیرند. و یخلدونه فی النار، نمیگویند که این فاسق در آتش دوزخ ابدی میسوزد. نمیگویند کما تقوله المعتزله، چگونه که معتزله و خوارج این گونه گپ میگویند. اهل سنت و الجماعت این خیلی نمیگویند. میگویند که بل الفاسق يدخل في اسم الایمان، میگویند که فاسق هم در زیر کلمه ایمان داخل است. فی مثل قوله تعالی، در مثل قول الله تعالی که فتحریر رقبه مؤمنه، پس یک غلام مؤمنی را آزاد کنید. گفت یک غلام اگر مسلمان باشد، اگرچه فاسق باشد، دزد، یک مسلمانی دزد پر است. این خیلی مسلمان ها مسلمانی دروغچی هست، می شود غلام آزاد کردن. الله تعالی یک غلام مؤمن آزاد کن گفت. اگر همون غلام دزد باشد، فاسق باشد، ولی مسلمان باشد، آزاد کرده می شود. میگن شیخ الاسلام این عقیده اهل سنت و الجماعت است. ولا يدخل في اسم الایمان المطلق، لیکن به ایمان مطلق این گونه فاسقان نمی درآید. ایمان مطلق یعنی ایمان زیاد، ایمانی بر درجه عالی، کما فی قوله تعالی، چگونه که الله تعالی در سوره انفال گفت انما المؤمنون الذين اذا ذكر الله وجلت قلوبهم. مؤمن حقیقی آنهایی هستند که اگر ذکر الله شود قلبهای آنها میترسد، وقتی که نام الله را میشنوند. و اذا تلیت علیهم آیاته زادتهم ایمانا، وقتی که به آنها آیت الله تعالی تلاوت کرده میشد ایمان آنها زیاد میشود. و علی ربهم یتوکلون، و به پروردگارشان در جلب منافع و دفع مضار، یعنی در جلب فایده ها و نعمت ها و دفع ضرر ها و بدی ها توکل میکنن، یعنی تکیه میکنن. یعنی به این جایی که اینجا مومنون گفت، به اینجا علاقه این فاسق نمیدراید، برای اینکه مومن های حقیقی ترجمه درستش، مومن های حقیقی آنهایی که وقتی که نام الله ذکر کرده میشد قلب آنها به ترس میدراید و ایمانشان زیاد میشود و به الله تعالی توکل میکنند. و قول النبی صلی الله علیه و سلم، و این چنین به قول پیامبر صلی الله علیه و سلم که لا یزنی الزانی حین یزنی و هو مؤمن، زیناکار وقتی که زنا میکند هنگام زینایش او مؤمن نیست. گفتم نفی ایمان کردن، یعنی اینجا به معنای ایمانی کامل، یعنی در این صورت او ایمانی کامل ندارد. گفتم در همین جا علاقه زیناکار به آن ایمانی که ایمانی مطلق است، ایمانی کامل است نمی درآید، ایمانش پست است. زیناکار هنگامی که زنا میکند او مؤمن نیست. انا همین حدیث و مانند این حدیث ها و نصوص قرآن و سنت گرفتند خوارج و معتزله و به سبب گناه کبیره مسلمانی که گناه کبیره میکند از حدود اسلام برآوردند، گفتند که کافر است. ولا یسرق السارق حین یسرق و هو مؤمن. پیامبر علیه الصلاة و السلام گفتند که دزدی نمیکند هنگامی که دزدی میکند، یعنی در عین وقت دزدی حالا که وی مؤمن باشد، یعنی که حالا که مؤمن ایمانش کامل باشد. اکید یعنی انیق است که وقتی که انسان وقتی دزدی ایمانش پست است، اگر ایمانش بلند میشد دزدی نمیکرد. ایمان یعنی تصدیق، باوری. او اگر به عذاب الله تعالی باور می‌داشت به درجه بلند دزدی نمیکرد. دزد اگر دزدی کردنی شد، مثلا یک چیز را در خانه کسی دید کسی در خانه وجود ندارد، چیز قیمت بها خواست که در آمده گیرد، ولی ایمانی او به روز آخرت، ایمانی او به الله تعالی، به این که من ترک شیئا لله عوضه الله خیرا منه، کسی که اگر یک چیز به خاطر الله اگر ترک کنه الله تعالی از وی عوض نیک میدهد. اگر او ایمانی به درجه بلند میداشت، باوری به آن میداشت که حاضر اگر همین دزدی رو نکنه الله برای او همین به طریق حلال از این بهترش عوض میدهد، اگر همین قدر ایمان میداشت همین کار رو نمیکرد.
یعنی عینی زمان ایمانی کامل ندارد. ولا یشرب الخمر حین یشربها و هو مؤمن. شخص مؤمن وقتی که عرق می نوشد در آن هنگام او مؤمن نیست. نسأل الله السلامة والعافیه. شخص مؤمن کسی که ایمانی بلند دارد عرق نمی نوشد. وقتی که عرق می نوشد در آن حالت و ایمانی بلند ندارد، ایمانش بی‌نهایت ضعیف است. ولا ینتهب نهبة ذات شرف یرفع الناس الیه فیه ابصارهم حین ینتهبها وهو مؤمن. و غارتگر غارت نمی کند یک مالی که قدر و قیمت دارد در نزد صاحبش، حالا که صاحب مال به او چشم می اندازد. یعنی مال کس را غارت نمی کند مگر در آن حالت او مؤمن نیست، یعنی ایمان او کامل نیست. غارتگر از دزد فرقیتش در آن است که او در نظر صاحبش قهرا و غصبا زورا مال او را می گیرد. صاحب مال به مال نظر می کند، مالش در نزد او قدر و قیمت دارد، التجای زاره می کند ولی قدرتی ندادن را ندارد، برای اینکه غاصب غارتگر دستی زوری دارد، مال مردم را کشیده میگیره. این در همین حالت ایمان او ایمان کامل نیست. حدیث در صحیح بخاری و مسلم است. و یقولون هو مؤمن ناقص الایمان او مؤمن بایمانه فاسق بکبیرته فلا یعطى الاسم المطلق ولا یسلب المطلق الاسم. ببینید چه خیلی زیبا بیان کردم. شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که عقیده اهل سنت و الجماعت این است که اهل سنت و الجماعت درباره آن مسلمانی که دزدی میکند یا زنا میکند یا آدم میکشد یا غارتگری میکند میگن که هو مؤمن ناقص الایمان، او مؤمن است ولی ایمانش ناقص است. یا اینکه میگن که مؤمن به ایمانه فاسق بکبیرته، به ایمانش که اصل ایمان دارد مؤمن است ولی که به کبیرهش فاسق است. فلا یعطى الاسم المطلق، اسم مطلق داده نمی شود و این مؤمن حقیقی هم گفته نمی شود. ولا یسلب مطلق الاسم، مطلق اسم ایمان از او کشیده گرفته هم نمی شود، بلکه گفته می شود که خیلی که در بالا گفتن مؤمن ناقص الایمان گفته می شود. این درباره عقیده اهل سنت و الجماعت عاید ایمان زیاد می شود و کم می شود و به سبب گناه کبیره انسان از حدود و دایره اسلام بیرون نمی براید. و این حدیثی که الان شیخ الاسلام ذکر کردن، این حدیث در صحیح بخاری و مسلم است و به دلیل آن که برای چی ما گفتیم که در وقت دزدیش ایمانش کامل نیست؟ به دلیل آن که با اجماع علمای اسلام دزد میراث میخورد از پدرش. اگر کافر میشد میراث نمیخورد. لا یرث المسلم الکافر ولا الکافر المسلم. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که کافر از مسلمان میراث نمیخورد، مسلمان از کافر میراث نمیخورد. اگر یک انسان صالح از دنیا گذرد و فرزندش دزد باشد، با اجماع علما به او میراث داده میشود. این دلالت میکند که او کافر نیست، او گناه کبیره کرده است. بعد از آن شیخ الاسلام رحمت الله علیه گفتند که و من اصول اهل السنت والجماعه سلامت قلوبهم و السنتهم لاصحاب محمد صلی الله علیه و سلم. از اصول عقیده اهل سنت و الجماعت این است که سلامت قلبشان و زبانشان به اصحاب محمد صلی الله علیه و سلم، زبان خود و قلب خود را سلامت نگاه می‌دارند نسبت صحابگان پیغمبر صلی الله علیه و سلم. ببینید هم زبان را نگاه می‌دارند هم قلبشان. در قلبشان نسبت یگان نفر از صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم میده ترین بدبینی ندارند و زبان خود را هم در حق آنها و در خطایی های آنها سخن کردن باز می‌دارند. این از عقیده و رفتار اهل سنت و الجماعت نسبت صحابه های پیغمبر صلی الله علیه و سلم، نسبت شخصیت هایی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم با آنها هم صحبت بودند و آنها
بین امت اسلام و بین پیغمبر صلی الله علیه و سلم واسطه بودند، شخصیت هایی بودند که دین مقدس اسلام را غضا طریا تعر و تازه چخیلی که از آسمان آمد همین گونه به مردم رسانیدن، نه تغییر دادن، نه تحریف کردن، نه تبدیل دادن، چخیلی که هست همان خیل به مردم رسانیدن. رضی الله عنهم و رضوا عنه. بنابراین محبت صحابه ها واجب است، دوست داشتن صحابه ها واجب است. کما وصفهم الله به فی قوله، چخیلی که الله تعالی آنها را وصف کرد، والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انك رؤوف رحیم. آنهایی که بعد صحابه ها آمدند، یعنی تابعین، تبع تابعین و آنهایی که به آنها اقتدا کردند، یقولون، آنها چی میگوید؟ یعنی عقیده اهل سنت و الجماعت این است که ربنا اغفر لنا، پروردگار گناه ما را مغفرت کن، ولی اخواننا الذين سبقونا بالایمان، آن برادرایی که از ما پیشتر با ایمان از دنیا گذشتند، یعنی صحابگان، آنها را مغفرت کن. ولا تجعل في قلوبنا غلا، در قلب ما نسبت آنها بدبینی نماند، در قلب ما را پاکیزه نگاه دار. ببینید این دلیل برای سخنی که در بالا گفتن که اهل سنت و الجماعت زبان و قلبشان را نسبت صحابه ها سالم نگاه می‌دارن، پاک نگاه می‌دارن، در قلبشان نسبت صحابه ها بدبینی نیست. دیروز یا برادر همراه ما جدال کرد و من گفتم که برای تو به جای اینکه امام ماتوریدی رو پیروی کنی، صحابه ها رو پیروی کن. آنها شخصیت هایی هستند که پیامبر صلی الله علیه و سلم ما رو وصیت کردند که ما با آنها پیروی کنیم. گفت که صحابه ها گفت بسیار فلان فلان کارها رو کردن، گفته بعضی صحابه ها رو نامگیری کرده، تحقیر کرد صحابه ها رو و بعضی صحابه ها رو منافق گفت. من گفتم برادر تو شیعه هستی، مقصد گفت من شیعه نیستم، من اهل سنت و الجماعت هستم، من ماتوریدی هستم. گفت ولی مقصد صحابه ها رو نسبت صحابه ها بدبینی دارد. بعد گفتم که محبت صحابه ها واجب است. میگفت که این خیلی سخن در هیچ جا نیست، یعنی محبت صحابه ها واجب نیست. میگفت ببینید محبت صحابه ها واجب است. الله تعالی ثنا گفت به آنهایی که بعد صحابه ها آمدند و گفتند که پروردگارا صحابه ها را این سخن در حق تابعین است. والذین جاءوا من بعدهم، این آیت ببینید سیاق آیت کی است؟ آیت در سوره حشر است. الله تعالی در آیت 8 گفت که للفقراء المهاجرین الذين اخرجوا من دیارهم و اموالهم یبتغون فضلا من الله و رضوانا وینصرون الله و رسوله اولئک هم الصادقون. این آیت 8 است. الله تعالی گفت که برای فقرای مهاجرین خیر و سخاوت و از مال غنیمت داده شود، آنهایی که از دیارشان برآورده شدند و از مالشان محروم کرده شدند. بعضی صحابه ها به خیلی مبلغی کلان و مال و ملک عظیم، زمین های بزرگ در مکه داشتند، مال داشتند در مکه، همه آن را در راه الله ترک کردند. اخرجوا من دیارهم، از وطنشان که در آنجا تولد شدند، به آنجا انس و الفت پیدا کردند، در آنجا خویش و تبارشان هست، در آنجا قبیله و خویشاوندانشون است، ترک کردند، برآورده شدند، یعنی مجبور شدند برای ترک وطن و ترک مالهایشان. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، فضل الله و رازگی الله تعالی را امیدوار بودند. و ینصرون الله و رسوله، الله را نصرت دادند و رسولش را نصرت دادند. الله به نصرت کسی محتاج نیست، ولی وقتی که کسی که به دین مقدس اسلام دستیاری دراز میکند، الله تعالی آنها را گفت که آنها به الله نصرت دادند. گفت همچون تشریف و تکریم. و ینصرون الله و رسوله. ببینید الله تعالی صحابگان رو چگونه وصف کنه، آنها نصرت الله و نصرت رسول الله کردند. و اولئک هم الصادقون، اینها راستگوی ها هستند، در ایمانشان اینها راستگوی بودند.
اگر ایمانی به درجه این گونه نمی داشتند مال و ملک خود را به خاطر الله ترک نمی کردند. والذین تبوؤوا الدار والایمان من قبلهم. اکنون الله تعالی انصاری ها را تعریف کرد، آنهایی که جای دادند، صاحبان زمین بودند، صاحبان خانه بودند، یعنی اهل مدینه، صاحبان ایمان بودند. یحبون من هاجر الیهم. دوست می‌دارند آنهایی که به سوی آنها هجرت کرد. مهاجرین که به سوی آنها هجرت کردند آنها را دوست داشتند. ولا یجدون فی صدورهم حاجة مما اوتوا ویؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. الله تعالی این گونه تعریفی به درجه عالی، صفتهای بینهایت عالی به انصاری ها داد. گفت که با وجود اینکه مال و ملک و هر چیزی که برای خودشان دوست می داشتند و حالا که به همان چیزها حاجت داشتند به خودشان لازم بود، مهاجرین را از خود اولاد دانستند، برای آنها تقدیم کردند. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. اگرچه خودشان حاجت داشتند مهاجرین را مقدم دانستند و مال و ملک خود را به آنها تقدیم دادند. و من یوق شح نفسه فاولئک هم المفلحون. کسی که چشم گرسنگی خود را یعنی که نابود کند، علیه او عمل کند، این گونه انسان ها رستگارند، اینها نجات یافتگان هستند. تعریف کرد الله تعالی مهاجرین و انصاری ها را. سپس چه گفت؟ والذین جاءوا من بعدهم. آیتی که شیخ الاسلام آوردن، والذین جاءوا من بعدهم، آنهایی که بعدی مهاجرین و انصاری ها آمدند، یعنی تابعین. یقولون ربنا اغفر لنا، میگن که پروردگارا ما را مغفرت کن. ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، چون برادرای ما که از ما پیشتر با ایمان گذشتن. ولا تجعل فی قلوبنا غلا للذین آمنوا، در قلب ما نسبت صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم بدبینی نماند. ربنا انک رؤوف رحیم، پروردگار تو رؤوف رحیم هستی. و همین گونه باید قلب بنده مؤمن، قلب مؤمن نسبت صحابه ها سالم ماند. و طاعت النبی صلی الله علیه و سلم فی قوله، این چنین پیامبر صلی الله علیه و سلم اطاعت کند در همه قولهاشون و این چنین در قولشون که لا تسبوا اصحابی، صحابه های مرا حقارت نکنید، دشنام ندهید. دشنام یعنی چی؟ عیب کردن. اگر گوییم که فلانی طبق سنت کار نکرد، فلانی پیامبر صلی الله علیه و سلم را اطاعت نکرد، فلانی گناهکاری کرد، گفته یکی از صحابه ها را نامگیری کنیم، ما در حقیقت آن را حقارت کردیم، دشنام دادیم، عیب کردیم. فوالذی نفسی بیده، قسم به آن ذاتی که جان من در دست اوست، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا ما بلغ مد احدهم ولا نصیفه. اگر یکی شما یک کف صدقه کند، یکی شما اگر مثل کوه احد طلا صدقه کند، به یک کف صدقه صحابه ها برابر نمی شود. ببینید یک بنده الله تعالی مثل کوه احد صدقه می کند، طلا آنم باشد. و در بعض روایت ها اومده است که ولا نصیفه، نصف کفی صحابه ها سبوس اگر صدقه کند، یکی شما مثل کوه احد طلا صدقه کند، به صدقه صحابه ها برابر نمی شود. برای چی؟ برای اونکه آنها ایمان دارند. چقدر که پیامبر صلی الله علیه و سلم در یک حدیث گفتن که یک درهم 1000 درهم را مسابقه کرد، یعنی در اجر و ثواب پیش گذشت. گفتن برای آنکه فقط به عدد نگاه کرده نمی شود، به صفت نگاه کرده می شود، به ایمان، به کدام خاطر برآورد، در کدام حالت برآورد، برای چی برآورد صدقه خود را دیده می شود. بنابراین پیامبر علیه السلام نهی کردن، گفتن که حقارت نکنید، دشنام نکنید صحابه های مرا، عیب جویی نکنید از آنها. یکی شما اگر مثل کوه احد طلا صدقه کنید، به نصف کفی آنها برابر نمی شوید. گفتن و یقبلون ما جاء به الكتاب او السنه او الاجماع من فضلهم و مراتبهم. این چون عقیده اهل سنت و الجماعت این است که هر چیزی که قرآن کریم، سنت پیامبر صلی الله علیه و سلم، اجماع مسلمان ها در فضل و
مرتبه صحابه ها آمده است آن را قبول میکنند. در حق صحابه ها آیت های زیاد آمده است. الله تعالی در سوره توبه میگوید که والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین اتبعوهم باحسان رضی الله عنهم ورضوا عنه واعد لهم جنات تجری تحتها الانهار خالدین فیها ابدا ذلك الفوز العظیم. و آن صحابگانی که سابقون هستند، یعنی پیش به اسلام در آمدند، از مهاجرها و انصار و آنهایی که به مهاجرین و انصار پیروی کردند، الله تعالی از آنها راضی شد و آنها هم از اجری که الله تعالی به ایشان داد راضی شدند. این از همه بزرگترین نعمت که الله تعالی از بندش راضی شد. و رضوان من الله اکبر، راضیگی الله تعالی بزرگترین نعمت است و برای آنها جنت های آماده کرد که در زیر درختانش دریاها جاری می شد. خالدین فیها ابدا، آنها در جنت ابدی و جاویدانی باقی می مانند. ذلک الفوز العظیم، این است ظفر عظیم، این است برد بزرگ، این است غلبه عظیم. و در جای دیگر الله تعالی میگوید که محمد رسول الله والذین آمنوا معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم. محمد رسول الله است و آنهایی که همراهی محمد است صلی الله علیه و سلم، اشداء علی الكفار، سختگیر و درشت معامله همراه کافرها هستند. رحماء بینهم، همراهی مسلمان ها مهربان و ملایم و نرم معامله هستند. تراهم رکعا سجدا، آنها را در حالت رکوع و سجده میبینی. شبها میبینی که آنها در پیش پروردگار با خشوع و خضوع زاری و التجا دارند و گریه و ناله دارند. در روز میبینی که در جهادی در راه الله تعالی خشم کننده و درشت نسبت کافرها هستند. یبتغون فضلا من الله و رضوانا، فضل الله تعالی و راضیگی الله تعالی رو امید میکنند. سیماهم فی وجوههم من اثر السجود، در سیمای و رخساره و چهره های آنها آثار سجده را میبینی. ذلك مثلهم فی التوراة والانجیل، این است مثال آنها در تورات و در انجیل. حتی در تورات و در انجیل وصف صحابگان پیامبر صلی الله علیه و سلم آمده است. بهترین صحابه های پیغمبرها این صحابه های پیامبر علیه السلام هستند. بنابراین اهل سنت و الجماعت هر فضیلتی که در حق صحابگان آمده است در قرآن و سنت آن را قبول دارند. فیفضلون من انفق من قبل الفتح و هو صلح الحدیبیه و قاتل على من انفق من بعده و قاتل. اهل سنت و الجماعت افضل می شمارند آن شخصیت هایی که پیش از فتح مکه یا که پیش از صلح حدیبیه، پیش از فتحی که الله تعالی این فتحنا لك فتحا مبینا، ما به تو فتح دادیم، کشایش دادیم، گفت. انا همین را اکثر علما صلح حدیبیه میگن که صلح حدیبیه سبب شد که مسلمان ها غلبه کردن، مکه را فتح کردن. آن صحابه هایی که پیش از صلح حدیبیه ایمان آوردند و همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم جنگ علیه کفار کردند و آنهایی که نفقه کردند پیش از صلح حدیبیه، ما افضل میدانیم از آنهایی که بعدی اینها ایمان آوردند، که بعدی سال 7 هجری، سال 8 هجری بعد فتح مکه ایمان آوردند. مرتبه اینها پایانتر است. مرتبه آنهایی که بر وقت ایمان آوردند مرتبه آنها عظیم است. و یقدمون المهاجرین علی الانصار، مهاجرین را از انصار بالا می‌دانند. مرتبه مهاجرها از انصارها بلند است. و یؤمنون بان الله قال لاهل بدر و كانوا 319،
اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. و اینچنین اهل سنت و الجماعت ایمان میبیارن به آن که الله تعالی به اهل بدر، به آنهایی که به جنگ بدر اشتراک کردن و آنها 300 و چند نفر بودند، 17 یعنی 313 14 15 همین گونه رقم ها رو 17 این لفظی بخاری هست، آنها همین قدر بودن. الله تعالی که اعملوا ما شئتم، چیکار میکنید کنید، الله تعالی در حقیقت من شما رو بخشیدم گفت. یعنی از همین روز اعتبارا بعد جنگ بدر چی گناهی میکنید کنید گفت. ابن القیم رحمت الله علیه میگه که الله تعالی دانست که این گونه مردم الله تعالی رو دوست میدارن و او رو گناه نمیکنن، یعنی یکی از شما یگان گناه هم صادر شود من شما رو میبخشم گفت. و بانه لا يدخل النار احد بایع تحت الشجره. اهل سنت و الجماعت اعتقاد میکنن که به اهل بدر الله تعالی گفت که چی گناهی کنید من شما رو بخشیدم گفت. و به اهل آنهایی که در زیر درخت همراهی پیامبر صلی الله علیه و سلم عهد و پیمان بستند و بیعت کردند، آنها به دوزخ نمی‌درآیند، چون که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که لا يدخل النار احد بایع تحت الشجره، به آتش دوزخ نمی‌درآید آن شخصیتایی که در زیر درخت بیعت کرده است. این در صحیح مسلم است و در مسند امام احمد با سند صحیح آمده است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفته لا يدخل النار احد شهید بدر والحدیبیه، به دوزخ نمی‌درآید شخصی که به جنگ بدر اشتراک کرده است و به صلح حدیبیه اشتراک کرده است. و بانه لا يدخل النار احد بایع تحت الشجره كما اخبر به النبی صلی الله علیه و سلم. چخیلی که پیامبر صلی الله علیه و سلم خبر دادن کسانی که در زیر درخت با پیامبر صلی الله علیه و سلم بیعت کردن برای آن که تا مردن جنگ میکنیم و نمیگریزیم، از اینها راضی شد و اینها به دوزخ نمیدارن، بل قد رضی الله عنهم و رضوا عنه، الله تعالی از اینها راضی شد. و كانوا اکثر من 1400، اینها از 1400 کس زیاد بودند. و یشهدون بالجنه لمن شهید له رسول الله صلی الله علیه و سلم. اهل سنت و الجماعت شهادت میدهند به آنهایی که پیامبر صلی الله علیه و سلم آنها را به جنت بشارت دادند، مانند 10 یاران بهشتی و مانند ثابت بن قیس بن شماس و غیرهم من الصحابه و غیر اینها از صحابه ها. اعتقاد میکنند که هر کسی که پیامبر صلی الله علیه و سلم به جنت بشارت دادند، اهل سنت و الجماعت بشارت دادند. در همین قدر کفایتی میکنیم، وقتی نماز شام شده است. ان شاء الله در درس آینده باقی مانده حدیث را دوام میدهیم. والله اعلم و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.